سلام. تو روزهایی هستیم که رسانه‌های حکومتی میخوان با اخبار گل و بلبل از مذاکره یه تصویر رویایی ارائه کنند که همه چی داره خوب پیش میره، همه چی حله، همه چی آرومه. در ادامه جلسه گذشته این بار هم جلسه خوبی بود و میتونم بگم که رو به جلو هست مذاکرات. حالا اگر یک کوچولو برگردیم به عقب، نه خیلی زیادا، حدود 2-3 ماه پیش یه روایت دیگه هم در مورد همین مذاکرات وجود داشته. مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. این باید ما درست بفهمیم. با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. ببین خیلی قاطع داره میگه، روشن و شفاف هم میگه که همین کاری که الان دارن میکنن، یعنی مذاکره با آمریکا، نه تنها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه هر کسی هم که بره توش نه درست میفهمه، نه هوش داره، نه عقل داره، نه شرافت. هیچ حرفی هم از مدل مستقیم و غیر مستقیم اون موقع نبود، کلش بی‌شرافتی بود. حالا ببینیم بعد از این قاطعیت کی جرأت داره توی نظام بگه مذاکره چیز خوبیه؟ این مذاکره یه کاریست، یه چیزی، حرفیست. یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و بریم قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. مگه قرار نبود که هر کسی از مذاکره حرف بزنه بی عقل و بی شرف باشه؟ هر کس حرف از مذاکره با آمریکا زد بدانید هم بی عقله، هم بی شرفه و هم هوش نداره. همه میدونیم که مذاکرات فعلی در قالب مذاکره غیر مستقیم با اذن رهبر انقلاب بوده. پس منشأ این پالس های متناقض هیچ کس نیست جز خود ولی وقیح که باعث شده بسیجیای نظام روی حالت هنگ شدید قرار بگیرند. حالا جیر خورای نظام همگی بسیج شدن، ماله رو دست گرفتن و شروع کردن به صاف و صوف کردن بیشرافتی های عظما. حرف مقام معظم رهبری را فرمود مذاکره با امریکا عاقلانه نیست، شرافتمندانه نیست، هوشمندانه هم نیست و با امریکا ما مذاکره نمی کنیم. حالا امروزه مطرح می شود پس حرف حضرت آقا چه شد؟ اونی که حضرت آقا گفت ما با امریکا مذاکره نمی کنیم، مذاکره شبیه زمان دوره برجام، یعنی مذاکره مستقیم را مقام معظم رهبری به نحو صریح رد کردند. گفت امریکا قابل اعتماد نیست، حق ندارد روبروی ما بنشیند، هیچ دولت مردی هم حق نداره به نحو مستقیم با امریکا بنشیند و مذاکره کند. انصافا باید گفت که مالکشی های قبل از تو سوء تفاهم بوده. یعنی مرز بی شرافتی و با شرافتی فقط سر محل نشستن بود، روبرو نباید بشینه، همین که یکم بیاد اینورتر دیگه حل میشه. آخه مغز مندوقی اینور بشینه یا روبرو بشینه چه فرقی میکنه؟ بالاخره داره همون مذاکره انجام میشه با همون طرفی که قرار بود مذاکره نشه. اما اسکلتر از این یارو اون جماعتی هستن که اون پایین نشستن و دارن سر تکون میدن. عقل بسیجی دیگه. حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه از اون ماله به دست ها. رهبری اجازه داد، کاملا دفاع کرد. تا دیگه اخیراً گفتن لبخند زدن، رفتن اونجا تلفنی که صحبت کردن، دست دادن، قدم زدن، همه کار آقا بهشون اجازه داد کردن، ولی نتیجهش لغو تحریم‌ها نبود بلکه تحریم‌ها بیشتر شد. تو همین جا من اینم بخونم، ایشون میگه من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریمه، مذاکره با این دولت رفع تحریم نخواهد کرد، یعنی تحریم‌ها رو بر نمی‌دارد، گره تحریم‌ها کورتر میشه، مذاکره با این دولت فشار را افزایش میده، مطالب جدیدی رو مطرح میکنن آمریکایی‌ها، مطالبات زیادخواهانه جدیدی رو مطرح میکنن، مشکل بیش از آنچه امروز هست خواهد بود. بنابراین مذاکره هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، هیچ گله رو باز نمیکنه. اما ایشون اجازه میده برای اینکه یه بار دیگه یه بخشی از جامعه و یه بخشی از مسئولین ما که همچنان فکر میکنن این راه حله، اینجا هم دوباره تجربه.
چی رو تجربه کنند؟ یه بار دیگه بیعقلی رو تجربه کنند، یه بار دیگه بیشرافتی رو تجربه کنند. انگار که علوم تجربیه، یه ذره از این یه ذره از اون تجربه کنیم. یعنی بیشرافتی رو هم میشه یه بار دیگه تجربه کرد. حالا این به کنار، یه سری دیگه بودن که با اون حرف اول خامنه‌ای سر حمله به مذاکره بود، توی اون خط جوری اوج گرفتند که دیگه فکر برگشت رو نکرده بودن. مذاکره با آمریکا در شأن ملت ایران نیست. این اعتراف دیگه اعتراف وجدانی. مذاکره با آمریکا یعنی تحقیر، مذاکره با آمریکا یعنی ذلت، مذاکره با آمریکا یعنی اصالت‌ها را از دست دادن. اما یک ماه بعد وقتی مذاکرات شروع شد، همونی که اوج گرفته بود با سقوط آزاد برگشت زمین. پذیرش این مذاکرات غیر مستقیم از سوی نظام عمل به این آیه است. این آیه میگه اگر اینا ابراز کردند که میخوان با شما مذاکره کنن، شما نه نگید. با همه این مالکشی ها اما یه سری بسیجی های سیلی خورده دیگه هم توی نظام هستند که هنوز نمیدونن خودشون رو چطوری سرپا کنند و این مذاکراتی که شروع شده رو چطوری هضمش کنند. در تو با بحث مذاکرات حالا ما کاری نداریم که چی شد بعد از صحبت‌های صریح رهبر انقلاب که گفتن شرافتمندانه و عاقلانه نیست، فعل و انفعالاتی رخ داد که یک باره اون بحث به راه افتاد. این شاید در زمان خودش بعداً افشا بشه و مشخص بشه. ما به جای این که وعده صادقت رو انجام بدیم و خرمنه‌های از بین ببریم، الان دست بیعت سوی جدید دراز کردیم. نه غلط نیستش. ببینید اجازه بدید. اصلا کلا خود یزید اصلا خواسته بیعت باهاش بکنه. آیا کار درستیه مذاکره؟ بیعت نیست که بابا. نه جواب منو بدید. اصلا این مذاکره کار درستیه؟ نه ببینید نظام از دولت جدا، خاطر اینکه این دولت یک بار دیگه ببینید دولت اسلام حرف غلط چیه دیگه ترامپ یزید نیست؟ او چرا؟ ولی امروز خب الان مذاکره یعنی بیعت نیست؟ مذاکره بیعت نیست؟ گفتن مواضع ما همون مواضع شرافتمندانه نیست، عاقلانه. حتی تو برنامه تلویزیونیشون در همین روزهایی که توی یک کانال خبر مذاکره گل و بلبل میدن، توی یک برنامه دیگه ترامپ یه صحبتایی کرده درباره مذاکره با ایران و توافق و از این جور حرفا. میگه آقا من بودم ایران ورشکسته شده بود، نمیذاشتم ایران پول داشته باشه. ببین 2 تا 4 تای ساده. این ترامپی که خیلی امیدوارن بیاد توافق کنه و ایران رو پولدار کنه، وضع اقتصادی ایران رو مثلا خوب کنه، تحریما رو برداره، پولای بلوکه شده آزاد بشه، نمیدونم تحریم نفتی بانکی فلان اینا، و یه عده با خوشبینی میگن که نمیدونم چند هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری معطل توافقی که بیاد تو ایران از آمریکا. این خودش میگه اگه من بودم قبلا نمیذاشتم همین مقدار پولی که مثلا ایران داره داشته باشه، ایران رو ورشکسته میکردم. ببین ترامپ داره میگه باز هر جور صلاح. یه موجودات دیگه هم هستند که کلا تو جریان این مذاکرات قاط زدن، دیگه تو دستگاه آتش به اختیار به زمین و زمان دارن شلیک میکنن. مذاکره با آمریکا عین خریته، خر کی با آمریکا مذاکره کنه. یعنی اگر بخوای دیوونه، اگر بخوای ناموست بغل آمریکایی هم شد، برو مذاکره کن، خط تو سر، کثافت، بشور، برو گونه از کشور گفت کن. هشدار به ترامپ، غلط زیادی نکن، بزنی میزنیمت که بلند نشی. آمریکا دنبال توافقی آن هم مدل کشور لیبی، برچیده شدن توان موشکی و هسته‌ای. پس ما مذاکره مستقیم نداریم، بلکه جنگ مستقیم داریم. به نظر میرسه در ورای اون تصویری که میخوان از مذاکرات القا کنند، اون زیر تو بدنه نظام یه سری سیم پیچاشون اتصالی کرده
و این موضوع میتونه در هفته‌های آینده افزایش هم پیدا کنه، چون خودشون پیش بینی میکنن که هرچه جلوتر میرن کار سخت‌تر میشه. هنوز هم ما شواهد زیادی نداریم که آمریکایی‌ها میخوان سیاستشون رو نسبت به ما عوض بکنن. 2 جلسه نشست برگزار شده، 2 طرف هم ابراز رضایت کردن، منتها آمریکایی آدم‌های قالتاقی هستن، ممکنه فریب باشه، چی کار دارن میکنن و سخته. حالا شما ببینید چهارشنبه مثلا گفتن که در سطح کارشناسی قرار کارها جلو بشه. این خبر خوبیه یا بده؟ خبر بدیه. چرا خبر بدیه؟ زمانی که کارشناس میاد پای میز کار سخت میشه. ادامه مذاکرات با آمریکا سوالات پایه‌ای هم توی ذهن بسیجی‌ها ایجاد کرده که اگر این کار الان درسته پس 45 سال گذشته داشتیم چه غلطی می‌کردیم؟ سوالی مطرح میشه، تکلیف شعائر و شعارهای غرب ستیزی در جمهوری اسلامی ایران چی میشه؟ مثلا چی؟ ما از اولین بارقه هامون مبارزه با آمریکا و شعار مرگ به آمریکا در همه جریانات سیاسی ما همیشه روی لب‌های افکار عمومی و مسئولین بوده. بله، این شکافایی که تو عبای خامنه‌ای به وجود اومده الان اونقدر گشاد شده که یه سری از کارشناس‌های حکومتی علنا از روی جنازه سلیمانی هم رد شدن. داستان مذاکرات از سطح سوری به سطح ساختاری آمد و با نامه ترامپ همونطور که گفتم تشدید شد. من در سال 2015 عرض کردم که ایران و آمریکا در دهه آینده شریک استراتژیک خواهند بود. تلاش میکنن در منطقه، حالا بگذارید این جمله رو بگم، به سمت دورانی پسا سلیمانی پیش بریم. همانگونه که میدونید مسئله سردار سلیمانی و ترور او در زمان ترامپ یادگار سختی است که بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی نشست. بعضی از مهرهای نظام هستن که میخوان تو این اوضاع بلبشو برای بستن شکاف‌هایی به وجود اومده با قمپز در کردن بسیجی‌های گیج خورده رو نگه دارن. مذاکره غیر مسلم میگن که ما ترسیدیم که مذاکره مسلم. روزی که همه دنیا میترسید از آمریکا، ما رفتیم لانه جاسوسی گرفتیم. روزی همه دنیا میترسیدن، رفتیم تفنگداراشو گرفتیم. حالا بترسیم که اصلا دیگه هیچ زوری دیگه من براش نمونده. برای چی باید بترسیم؟ خب عقل داشته باشن که این حرفو میزنن. اما وخامت اوضاع به حدیه که این بلوف زدن‌ها هم دیگه حتی بسیجی‌ها رو قانع نمی‌کنه و تو دعواهای باندی به جوک و مسخره گرفته میشه. من مخالف این نیستم که مسئولی بیاد یه حرفی بزنه، اما منی که یه ذره مثلا دانشجوی کنترل تسلیحاتی هستم، خوندم، وقتی که طرف این حرفو میزنه میبینم که با 2 نفری که ادبیات کنترل تسلیحات حرف نزده که بگه آقا شما این حرفی که میزنید، طرف میاد میگه که بابا این که اصلا شدنی نیست به لحاظ فنی. من همه حرفم اینه، من مخالف این نیستم که تناسب با واقعیت باید داشته باشه. خب باشه شما، ولی تهدیدت نباید بلوف جلوه کنه. وقتی که شما تهدیدی میکنی که معتبر تلقی نمیشه، اون تهدیدم تکرار میکنی، خودت خوشش میاد. من اینا رو بیشتر از اون که تهدید بدونم برای طرف مقابل، متاسفانه یه نوع بازاریابی سیاسی در داخل میبینم که طرف میگه آقا ببین من هنوز هستم. پس تا اینجای کار اینطور میشه نتیجه گرفت که این مانورهایی که خامنه‌ای با بازی مذاکرات کرده همچین بی‌هزینه هم براش نبوده و با هر ویراژی که میده عباش بیشتر جر میخوره و شکافای بیشتری ایجاد میشه و از اون بدبخت مفلوکی هم که بوده ضعیفتر میشه، طوری که هر کی از راه میرسه یکی میزنه توی سرش. بعد از گذشت 1 سال وقتی شرایط ایران رو نگاه میکنیم، یعنی چه تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده، چه شرایطی که در داخل ایران پیش اومده رو، اینا رو همه رو جمع بندی بکنیم، من بعقیده من فقط یک نتیجه میتونیم ازش بگیریم، اینی که آقای خامنه‌ای بیش از هر زمان دیگری به مرگ سیاسی نزدیک شده. ولی وقتی شما در این 1 سال نگاه بکنید، خب در صحنه خارجی، یعنی جایی که میخواست قرار بود جبهه اصلی انجام بشه و شاید نبرد نهایی در اونجا صورت بگیره، کاملا وضعیت واژگون شد. یعنی آقای سید حسن نصرالله خب کشته شد، حماس با اون وضعیت گرفتار شد، خودش و همه رهبرانش، خود حزب الله اینطور شد، سوریه به اون اهمیت از دست رفت
و آقای خامنه‌ای حالا در اینجاست که حالا من توضیح بیشتر خواهم داد. حالا در تبلیغات این بود که ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، عملاً از این شعار عدول کردن. به عقیده من آقای خامنه‌ای کاملاً در بن‌بست قرار گرفته و اعتبارش از دست رفته. میگم چون سیاست حیثیتی میدید، کسی که سیاست خیلی حیثیتی میبینه و نتونه سیاست ورزی بکنه معمولاً مرتب میخوره به این طرف اون طرف. حالا 2 بار میتونه خودشو بیاره کنار، 3 بار میتونه بگه خاله پیشونی زخم شد درست میکنم کاری میکنم، ولی این آدم فرتود میشه، آدم از دست میره. و این وسط یکی از دستاوردهایی که از مذاکره میخواستن نشون بدن این بود که قیمت دلار پایین اومده و اوضاع اقتصاد مملکت الان دیگه توپ میشه. ولی حتی این حرف هم توی جنگ و دعوای باندی زیر علامت سوال رفته. شما نباید اقتصاد خودتو بیای پیوند بزنی با دلار. نباید رسما یه وزیر اقتصادی داشته باشی که ارز خارجی شما رو و ارزش پول ملی شما رو در عرض 2 ماه برسونه به نصف، 50,000 تومان رو بکنه 100 و خورده هزار تومان، بعد بری پیش آمریکایی یه جلسه بگیری سلام علیک بکنی، هیچی هم اونجا نه توافقی شده نه هیچی، یهو اون دلار رو باز بیاری بکنی تبدیلش بکنی به مثلا 85 تومان، بعد بگی ببین چیکار کردن مذاکره نامصب. یعنی شما گید این عمدی بوده. خود شما بگو چه فعل و انفعال اقتصادی صورت دادی که این عمدی نبوده؟ وقتی قیمت ارز بالا می رود همه قیمت ها رو به بهانه قیمت ارز بالا می کشن، ولی الان که قیمت ارز پایین آمده کسی حاضر نیست قیمت ها رو بیاره پایین. پس به نظر میرسه ماجرای مذاکره و بازی با قیمت دلار هم بخشی از تبلیغات حکومت برای اینکه جو کاذب بدن که اوضاع داره خوب میشه، وگرنه تا جایی که به مردم برمیگرده نه تنها اثری در قیمت ها نگذاشته بلکه حتی کرایه حمل و نقل عمومی هم از همین اول اردیبهشت توی تهران افزایش پیدا کرده. یعنی قیمت دلار مسیرش جداست، اون یه سمت میره ولی قیمت مایحتاج مردم همچنان به سوی قله ها در حال صعوده. هر وقت سیب زمینی کیلو 60,000 تومان اومد شد کیلو 10,000 تومان، اون وقت بگو دلار اومده پایین. هر وقت لوبیا کیلو 300,000 تومان اومد شد کیلو 50,000 تومان، اون وقت بگو دلار اومده پایین. هر وقت برنج کیلو 220,000 تومان اومد شد کیلو 50 تومان، اون وقت بگو دلار اومده پایین. اینا همه با دلار رفته بالا، دلار میاد پایین. وقتی جنس ارزون نمیشه به چه دردی میخوره؟ شاید مشکل از دلار نیست. بنابراین ما تجربه داریم که اون وقتهایی هم که مذاکره کردن و قیمت دلار خیلی پایینتر از الان بود و کلی هم پول توی دست و بال حکومت اومد، باز هم وضع معیشت مردم هر سال بدتر از پارسال شد که نتیجه شد قیام گرانی و بنزین و اون ماجراها و این وضعیت همچنان ادامه داره. 10 میلیون نفر تو این 12 سال 13 سال به جمعیت فقیر ایران اضافه شده. مرکز پژوهش‌ها میگه 15 میلیون نفر. یک لشکر 10 میلیونی درست شده که من اسم اینها رو گذاشتم فقرای جدید. فرق فقیر جدید با فقیر قدیمی چیه؟ فقیر قدیمی فقر رو پذیرفته، میگه بابای منم فقیر بود. فقیر جدید میگه چی؟ میگه نه من بابام موتور حداقل میتونست بخره یا خونه میتونست بخره یا ماشین پراید میتونست بخره، من ازدواجم نمیتونم بکنم. منو یکی فقیر کرده، من که فقیر نبودم. فقیر جدید استاتوسشو نمیپذیره. میگه کی منو فقیر کرده؟ حاکمیت. کی منو فقیر کرده؟ شماها، ماها. دنبال اینه که با هر بهانه‌ای به تعادل موجود سیاسی و اقتصادی کشور لگد بزنه. حقم داره، او حق داره. اعتراض اصلا مهم نیست به حجابه، مهم نیست به موبایله. هر اتفاقی که بیفته اینا میان به میدون. چرا؟ چون میگن تو تعادل جدید شاید وضع ما خوب شد. بله، این لشکر فقرا با حاکمیت غارتگر سالهاست که دیگه هیچ مذاکره‌ای نمی‌کنن، فقط حذف از صحنه روزگار. وقت بخیر و خدا نگهدار.